واقعیت اینه که مشکل بیشتر ما کم بودن درآمد نیست. مشکل اینه که نمیدونیم دقیقاً پولمون کجا خرج میشه. راه حل چیه؟ یه عادت خیلی ساده. هر شب قبل از خواب تمام خرج‌هایی که تو طول روز داشتید رو بنویسید. یه قهوه، یه تاکسی، یه خرید کوچیک، فرقی نداره، همه رو یادداشت کنید. اولش شاید خسته کننده باشه، اما بعد از چند هفته تازه چشات باز میشه. میفهمید چه خرج‌های ریز و بی‌دلیلی بودن که در طول ماه جمع شدن و بخش بزرگی از پولت رو بلعیدن. اون وقت میتونید تصمیم‌های بهتری بگیرید. خرج‌های اضافی رو حذف کنید، پول بیشتری پس انداز کنید و حتی شروع کنید به سرمایه‌گذاری. یادت باشه هیچ ثروتی یه شبه ساخته نشده. این انتخاب‌های کوچیک و مداوم هستن که اثر مرکب میسازن و آینده مالی شما رو میسازن.